گفتار دهم قسمت آخر کیف اسد و صمد. اسد و صمد که از همه این گیرودار خبری نداشتند در نزدیکی استانسیه اساسی آببراری نهایت خرسند بودند. آنها نقشه چند روزه خود را به عمل برآورده انیق معین کرده بودند که آب از کجا می آمده است. در واقع آب از کجا می آید؟ بعد آنکه توکل خواجه با بچه ها عهد و پیمان بست و کورتش را خوب تاب داده خشک کرده پوشید، اسد و صمد لب کانال باز خیلی راه رفته به یک عمارت کلان روبرو شدند. از درون عمارت صدای مرتب چرخهای عظمت ماشین به گوش می رسید. به واسطه 3 قبور کلان از تگ این بنا آب موج زده برآمده به کانال جاری می شد. دیگر به آن طرف راه نبود. انا آب از کجا می آمده است؟ خطاب کرد اسد. استانسیا آب را از کجا می یافته باشد؟ حیران شده پرسید صمد. این معلوم، گفت صمد. وقتی که در زمستان برف و باران می بارد وای آنها را جمع کرده می ماند و ثانی هوا گرم شود به کانال پف کرده برآورده فرستادن می گیرد. از این کشفیات هر دویشان خرسند شدند. اکنون وقتی به خانه برگشتن هم شده بود. اسد و صمد در آن جایی که چند پیش دخترچه غرق شده بود به یک گروه بچه های لباس های آزادای سفید پوشیده واخوردند. اینها تربیت گیرندگان باغچه بچگان کالخازی بودند که به اکسکورسیا می رفتند. یک زن قامت بلند زیبای آنها را با گرد خود جمع کرده سوال می داد. کنی کی می گوید آب از کجا می آید؟ اسد و صمد این سوال را شنیده ایستاده ماندند. آب از جو می آید. نه، ما از حوض می گیریم. سری آب از کانال. آب از باران پیدا می شود. نه، از برف. یافتم. از یخ. بچه ها چنان که در زمستان زاغچه ها برابر آواز می برارند چلاچلی کرده جواب می دادند. مربی آنها سر خود را جنبانده با تبسم شیرین جوابها را رد می کرد. بعد آنکه بچه ها اندک خاموش شدند اسد جرأت کرده به مربی رو آورد. ممکنی من جواب دهم؟ مایلش، گفت مربی به طرف اسد نگاه کرده. در یک نفس همه بچه ها خاموش شدند. آب از تگ استانسیا می براید. استانسیا برف و باران را در زمستان جمع کرده می ماند، اضافه کرد صمد. دیگر بچه ها به دانشمندی اسد و صمد قائل شده به آنها با چشم حسد نگاه می کردند. مربی باشد باز یک تبسم کرد و لب گشاد. امسال بسیاری شما به مکتب می روید و کم کم سیر و اسرار طبیعت از آن جمله از کجا آمدن آب را هم می فهمید. آواز موتورسیکل آخر سخنان مربی را برید. همه به طرف موتورسیکل نگاه کردند. موتورسیکل آمده در نزد آنها ایستاد و از آن پیش از همه توکل خواجه فرآمده فریاد کرد. اورا، یافتیم! در یک دقیقه اسد و صمد را آزاد برداشته به زورقچه موتورسیکل سوار کردند و خود توکل خواجه از پشت موتورسیکل ران جا گرفت. موتورسیکل زود به راه درآمد. اگر کلته چقانی کرده به بغل اسد جهیده سوار نمی شد مجبور بود پیاده به خانه رود. یافتیم! به هر کسی روبرو شده فریاد میکرد توکل خواجه. اسد و صمد هم چی بودن گپ را نفهمیده داد میزدند. یافتیم! در سر راه توکل خواجه حسن هنگامه را دیده باز زبانش را برآورده مسخره کرد. در پیش مگزین و چایخانه آدمان به آنها چپک زدند. اسد و صمد گمان میکردند که تا این وقت از کجا آمدن آب را کسی نمیدانست و این را بار اول آنها یافتند. بنابراین همه خرسندند. آخر قهرمان ها را همین طور پیشواز میگیرند. بچه های کوچه راست ایستاده میگفتند. کیف اسد و صمد. تلفن ها از زنگ زدن باز ایستادند. موتور تراکتورها از نو به کار در آمدند. مگزینچی ها از نو و پشت پیش تخته گذاشتند. بوغگلتر و حسابچی ها باز چقر به چوتزنی سر کردند. شناورها از کانال برآمده لباس های خود را پوشیدند. رادیوی کالخوز
باز به کنسرت دادن سر کرد. مادر اسد مادر صمد را آغوش کرده آهی سبک کشید. رئیس کلخاز از نو برایان تلفن کرده مسئله خشک کردن آب کانال را بیکار کنند. آوازه، تشویش، واهمه به آخر رسید. همه خرسند بودند. فقط اسد و صمد برای خودسرانه به جاهای دور رفتنشان از پدر و مادران خود جزای سخت گرفتند. بعد یک هفته این واقعه در عرفه سال نو تحصیل در گزیته پیونیر تاجیکستان یک خبرچه چاپ شد. در آن محبوبه نام دخترچه واقعی در کانال غرق شدن خود را بیان کرده چنین نوشته بود: امکی توکل خواجه، به شما رحمت کلان. من امسال به صنف دوم به خواندن می روم. شما آدم خیلی خیلی نغز بوده اید. مرا از مرگ نجات دادید. در جوابش وعده می دهم که فقط با بهای 5 خوانم. به خانه ما به مهمانی بیایید. ما در دهه بیدزار زندگی می کنیم. با سلام عزیزا و محبوبه. این سطرها را خوانده در چشم توکل خواجه اشک پیدا شد. بار یکم او نام خود را در گزیته می خواند. اکنون حسن هنگامه حق ندارد که او را مسخره کند. سال 1967. امینجان شکوهی، آب از کجا می آید؟ پاوست. در قرائت دلشاد رحمت الله. آودیو کتاب های بیشتر را در کانال یوتیوبی، تلگرامی و فکانتکتی دلشاد رحمت الله انتظار باشد.